خداوند مرا کلا داده میگه تاوره بگی دمی درزش دی که دپله شوه چو مترال دپله میسازم دا سرکای زغال افتیده بودی آوردم تا مادر مبینه تو بگیره غیر من هر چیز میگه بگیم غیر من میزنه الله خورزید میکنید آلی خورد نیست مادر میگم اگر رضایت تو باشه اگه این موضوع کل چیز حل میسازه حاضر هستم که بچه کاکای ماما بگیرم مادر. چی؟ پیش از اینکه فردین در زندگی بود چه رقم زندگی داشتی؟ چقدر خوش بودی؟ مثل ملکا در خانه بودی. چرا تو شدی تو آسونات؟ از خودم خسته شدم این حالتی که سر من میای یک روز مرئی از بین میبرم. آره بیبیت حتما گپ یگان تا کدام کار خود داره در خانه. آره دختر خود برو گپ تا قگب شد نمیگیریمش صدقه چمسیس او پیسه را به خاطر چی که حتما پیسه که یک تا بالا از بابیت بود تقاوتی میره امیر قپ چه برده به اونمو داده. میره قاد کرده چه رقم مانده است برای خدا. بیا زخت جنبه. وی دخترم تو نرفتی؟ سلام علیکم. آمدی بیا جمعه بچه میروز پرتو. پس از را دور خوردم. دور خوردم باش حالا ما هم دور میکنم برم. خود تال را نبرامده بودی؟ نه من نبرامدم زم کاکا بدادون در خود سایز خیلی بود. همه میریم دو طرف برو بخیر بی دختر. چطور که بیبی حاجی جان دور خوردی؟ را تایلا نمیکنم. این زن کاکایم خب بدون علت دور نخورده. یک کپ دیگه از خانه همین برآمد. من خب صحیح دیدمش، من از جا تاشتم دیدم که از خانه همین برآمد. من گفت نه مریم دیدم. این گپ هم دروغ گفت به نظرم. کدام گپ خواه از تک بین زن کاکایم مادرم. از ما پت میکنن من خب میفهم باز من چه مادرم چی کرده خدای توبه. مرا پیش فامیلم نه پیش داماتم پیش نواسایم نه به ما آبرو ماندی نه به ما عزت ماندی. مرا بی آبرو و بی عزت ساختی برزن جانم. حالا ما چی کردیم و بیبی آجی ما چی کردیم؟ حالا می دختر که نمیگره اون خود دیدی پیشوری چی گفت؟ چی حالا انداخت؟ نه که نمیگره خیر است مام را چه یاد دارم پیش ما مشکل نیستم. اول راز خود افشا میکنم شوید کجاست شوید کجاست بلیاز خدا بیبی آجی امی گپا را پس شیلا کو امی بعد ما بر تو چی رسیده که این پشت مرا ما با کدام روی پس خانه خود برم این تو به ما بگو تو را به من نشان ما با کدام روی خانه خود برم پس حالا ما خود تو کدام گپی نزم امی دختر که خودش نمیگیره ما چطور کنم حالا ما چی گناه کردیم که تو امی گپا را برم میزنی تو نمیشه تو نمیشه پیش از اون مشوری تا که دختر میکردی نه خدا بیابرو میساختی نه مرا بیابرو میساختی.
حالا وقتی که خودت که قدر سرت اعتبار داشتی و قدر حاکمیت داشتی و بدل خودت شنیده دادی، حالا دیگه خودت جور کن معامله را. من خو نمیمانم که من بیابرو بیزتم پیش داماد، پیش بیادر، پیش نواسا، پیش دختر، پیش همگیش. حتما زیر کاسه نیم کاسه ایست میفهمم در جان ازی زن بیادر که راست هست دروغ هست. چه رقم گفت؟ کجا میریم ما؟ میریم خانه زن مامایت میریم. میگم مامایت هست، مامایت نکنم جای پد کنیم زن مامایت ما که بیادر دستیت کرده، بیادر مکم جای بوده مثلا قلف قید کرده، بندی کرده، کشته چی کرده. ما میریم پرسان میکنم. پشت ما برم پشت تو. بریم بشید تو چی کنی یک دفعه اونجا را؟ خب چی کنیم؟ هر چیز نکنم. من بیادر ما پیدا کنم. بیادرم چی شد؟ بیادره؟ کی گفته؟ چطور میاد دیدی که من زن مامایت نامد میگه اینمی زن مامایت اینمی شیر برنجه که بی نمک اینمی پستونگک نیستم. میگه گرفته بیادر خود گفته که بیادر دست داشته بانو خود به یک بانه مثلا بیادرک ما گرفتن بردن باز یوازن داشته که مرا بیادر تیلا کده مرا بیادر تیلا کده. میگه پرزاده از خاطر میگه با مادر خدا نی سر ماماگه که چی فساد داشته چی پلان داشته که بیادرک خود سیاتی کده ماماگه تکم سو بردن خدا کشتن بندیز کجا هست کجا نیست. میگم بس این پرسانش هم میکنم. نه که تو پرسان تو مطمئن هستی؟ از میگم این خوازه قسم خور که راست از گفت نه حالا میبرده تو همه قدیران آمد حال کامه دیگه به میزنه تره نیست راست از دیگه دروخ نیست نه خبر شده نه حال خوب فهمیده که آسنات برشان نمیتنه همون تو گپ بس در پشت از وجور میکنه. خب خیلی ما بخیرم برم. حال که تو بری چی میگی؟ همون بیچارم خبر داره نداره ای از دل خدا آمده تو را گفته بدون ثبوت و بدون کدام چیز آمده تو را گفته تو باور میکنی. نروش کن نروی. خیلی بیادرم کجا رفته زنده و مردیش گم شده؟ دروازه را غار میکنه کی است؟ باید بیرون رفته بود من هم آمد. ای خدای خیر غار میکنی باید دروازه را؟ چرا مادر جان؟ چیز نه بچم چی که؟ چطور دوان آمده میدی مادر جان؟ هیچ سایکت که اومد؟ سلام مادر جان. هیچ که بریم آشپزخانه دیگ کنیم. چرا مادر جان؟ چیز نه چی؟ نه بینی؟ چی ندیدم پدرم اومد. حالا پدر تو اومد چی کنم دیگه برم پیشروش یک داریه گرفته داریه بزنم که اومد تلش دیگه چی کنیم میشه؟ چرا قار میکنین؟ قار نمیکنم بچم حال که در جوانی اتکارا نکردی حال که سر سفید شد حال که ما دخترای بچه جوان است قسم میکنی فامیل ماست هم میپاشه خیر مادر جان نکنی. اوف حوصله مرا تنگ میکنی دختر حوصله مرا تنگ میکنی بیخی وضعیت مرا تو خراب میکنی. تا بکی می حالت تحمل کنم تو خودت بگو. من چون می مادرم شانه چی شده فقط من هیچ اولادشان نباشم غیر اینم قسم میکنن یا همیشه باز که یک چیز بگویم دهن آدم میزنن که تو چرا تو گفتی. خیر فقط من از مسجد یافته باشن یا از روی کوچه. خوب خیر دیگه. سلام علیکم پدر جان. اینجا این بالشتار جمع کردم. پدر جان خبر داری؟ چیرا کجا بودی که باز؟ خانمون ما میگم بیبی منخیسته باز رفته. من ایره بیابری کار ندارم، من بی عزتی را کار ندارم. یا ایست که به من دختر میتی یا ایست که من رازتا پیش اولادای تفشا میکنم. گوش که بیاجی خلاص اما قبط ما برات نکرده باشم که تو اما قبط هستی. ما قبط نکردیم. ما بد نکردیم. خودت مرا مجبور ساختی که من بد شوم. تو خودت مرا مجبور ساختی. تو ما چی گناه کردیم که ما چی گناه کردی دیگه؟ چی گناه کنی؟ حال بشرط که تو در خود بگیری. خوار مادرم تو در خود نمیگیری. هنوز میگی چی کردیم؟ گناهیم چیز؟ بگوی که هیچ گپ نشدم، هیچ چیز نریخته و نه. این مسئله ننگ ناموس است، مسئله آبرو عزت. در قوم خو میفهمی که بیادرم کلان قوم
در جرگای مردم ما و بیادرم میشستیم فیصله میکنیم. حال ما به کدام ری برم مردم بیارم در جرگه خود بشانم که از جرگه مرا فیصله کنم. حال خانم بیادر به من مرگ است. کت بیادر کو بیادر تعال میکنه میگه په نه بیادرم گفت که اولا خی کار نمیکردی، وقتی که کار کردی که آمد اینجا گفتی که ماشینی گرفتیم دیگه گرفتیم شینی را آوردی، حالا گفت همت برو کلش پاک کن. حالا بیادر تو بسیار بیعقل است، بعدت نبیه زن ایورد. بیادرم بیعقل نیست، بیادرم رو خب 15 سال یا 12 سال میشه که بیادر زنده و مردهش گم است. میگه پسر بیادر خود میگیری گم کنه بیادر تا خو نه حالا بان که گپ معلوم شد سمسا یک بیادر کم خدا خوشتیش ماندیش خداکم چاچو کوری انداخته باشه دلم بخی نارم از تو دخترم تو مرا بان ما برو نه نرو تو بیشی حالا پرسان کن خدمت بیادر تو کجا برده خوش هستی تو خوش نیستم از خاطر بیادر مال بی اولاد پدر شیرین است دلم طاقت میکنه که می خوش هستی. خو نه حالا خو ما میفهم خو بان تو حالا که چی میشه او این گپا رو جور کرده اینقدر دیران آمده بود حالا بانشه تو هم قصد باور میکنی بدون ثبوت بدون کدام چیزه هر گپ که یک نفر تو رو بزنه تو میگی میرم خیلی دیگه حتما امی خبر داشته نمی حتما خبر داشته بعد ما پت کرده بود نالونه بر ما قصه کرد خدا در دلش چی گشته که آمد بر ما گفت خود دیگه خدا در دلش چی میگرده که میای گپ بر تو زده رازه گفته دیگه چی میگرده در دلش رازه گفته کنیم بیاد که من بوده اون تام باور کردی دیگه خب دختر تو نمی مونیک میفبرم نه نرو تو نرو بان که بیاره ثبوت بیاره یک چی بیاره او هم دل خدا آمده یک گپ زده تو هم میخیزی میگی برو منجا بان نه دختر بان خیره برم بان خیره امی سال بیادر خدا پیدا کنم که امی بیادرم کجا رفته کجا بودش خسر بریش کشت امان در چیش در چی نشک دخترش جوان به سرنوشت ماند نه بیشی حالا بازم در 12 سال یک دفعه نشیشتم اینجا چایم نخورد اونجا که من رفتم چای جور کنم برشم یا آسناد دید که از او رفت کجا رفت؟ خانهشان رفت خانه آسناد پس رفت آسناد مرا نترسان خیر آرام باشه همه چیز حل میشه آسناد تو را میگم نکن گریان آسناد خیر فردین قال بود هر چی که گفت آسناد برای نفس عمیق بگی نفس عمیق بگی نفس عمیق بگی بریم دکتر بریم آسناد آی خود آسناد امیال دختر هستی 4 تا سر بگویم تحمل نمیکنیم این مادر میگه حوصله ندارم یک کس بگوین من دیگه 40 50 سال دیگه حوصله من برم در وقت یک بار از دان ماشینی دیگه ما کدام شکایت یعنی گپش میگم بچیم گپش میگم حالا ما دیگه حوصله نمونده او حوصله جوانی میره از بین او حوصله نمیمونه که مرد بر کنم گوش کنم چی نبود که نگفت بچم چی گفتم دمی هر حالت که تو خود زاد کرد ما زاد کرد از خود چوب گرفتم دیگه بس از دیگه تا بکی متحمل کنم ببینی اما قدر خو زندگی ما خوشتیر شد ما شما آرام بودیم کجاش خوش بود یکی تو خوش بودی او خوش بود من خوش نبودم چی ای تو فکر ما کدام روز شدی که مادرم تو خوش هستی خفه هستی کدام روز گفتی وقت خفه ندیدیم نه چند وقت زیاد خفگیتون زیاد شده بچه قند من کار نمیکنم خدا نخواسته تو را جگر خون کنم هر غمی که دارم در داخل دلم است نمیکنم که اگه من دلم زنجیرک میداش بر تو واس میکردم باز میفهمی که مادرم از کجا جگر خون است خیر است مادر جان کت پدرم در بیرون جگر خون میشه در کار جگر خون میشه که بیای در خانه یک قال مقام کنه خیر است من میبردارمش ای جگر خون نه شما خب بر از او پشتی از اون میگیری بر من میگی خیره نه همین زندگی ما آخرش چی میشه تو مرا بگو آخر از این چیز یک دفعه گفتم موقع که بس کنم میگم مثلا پشت از میگم دفعه که نمیشه نشه دیگه اون چی باز چی نمیفهمم اینه میگه پامام زدم روز مادرم گفتم که چرا پشت از دختر گرفتین که نمیخواه نگیرینشه مرا گرفت که چپلق دمی فرقم زد جورو میکردم جورورم گرفت مرا زد چی؟ مادرم اینم تو کارا میکنه آل پدر جان سمسایی بگوین اگه ما اولاد تا نیست مرا از مسجد یافتین از روی کوچه یافتین خب بگوین خب اگه این قسم گپ نیست این سوال از راستی میکنم از پدر جان مرا از مسجد یافتین از کوچه یافتین مسجد یافتین از راه یافتین خب خیلی چرا مادرم ات میکنه تو مینا کار میشه همیشه سرما یکیتون سر ملکه کار نمیشین لا حول ولا مادر ما میگه اخلاق از خوب است اخلاق ما از یک چیز است خب خیر است که من میگم مثلا اون دختر خوب دختر نیست در خانه ما نبیارینش اون دختر تو بچم که بچه دخترم دیوانه شدی چی شدی حالا ما فرق بین تو از اون همون تو واله خانه مادرم اینم تر میکنه غیره اگه از این کار از نکو بچه نکو تو مرا اوقات مرا ترک نکو من از خاطر یکان دفعه چیز میکنم که کارتون صحیح نمیکنین اون بیبی ما مرا غیر میزنه پدر
چرا خاموش است؟ به خدا که قدر نیم چوری پیش از اون میگه چرا امیر نسنجیدی؟ پیش از اون والا دختر که نمیگه چی میگه؟ حالا برا خب پیش لب زدن از اول دختر مشوره میکردی؟ خب کمو رضایت داشت نداشت؟ حالا مو که رضایت نداشته که اونجا میگفتی که دخترم رضایت نداره که ما پشت کلی خالیده میرفتم. او وقت باز ما میفهمیدم که همین دختر که رضایت نداره چرا آینده نواسه ما خراب کنم، چرا آینده دختر ما خراب کنم، چرا خدا بی آبرو بی عزت بسازم، چرا دختر ما بی آبرو بی عزت بسازم، چرا داماد ما بی آبرو بی عزت، باز از همه که چرا لالای ما بی آبرو بی عزت بسازم. حالا تو چی میخوای کل آخر هدف چی است؟ دختر خونه نمیگیره. حالا مادر ای آمدن از این که من بیخی یک رقم تعجب کردم که از هفته از کجا برآمد که آمده آسونات که نواسیش نگرفته نه از او خاطر حال خودشان نمیتونه که قدر که از او دوا کنه تو را یک گان گپ میزنه که تو بری اینجا چی کنی سر صدا کنی و غال مغال کنی دل بیاجی از او خاطر چی هسته خواه حال تو مغز تا کار پرتو نرو جای بان که هم یک نفر که هم یک چیز گفت درو نرو تو زود کده و آسونات نگرفت نه و کد سلما و کی و خوارشان یک رقم چی شده از امو خاطر حال آمده تو رو تحریک میکنه که گپای خود که باش تو بری بگویی از این هم خبر نداره که آسونات خواه نه کدی فردین است از این گپا خبر داره بی بیاجی نه خبر نداره تو رو تحریک میکنه که از این گپای خود گوش کنی نروی برو خیمام خوب کردم دیگه یگان گپا زدمش چی گفتی تو؟ اینجا میایه که ماشیم نان لفته نخوردیم ماشیم چای تا نخوردیم که ماشیم جتو که ماشیم تو لوده هستی که چطوستی این بقیه لغت شده این سپنده گوته کتار این آمده سر ما گپ میزنه نه او رقم نگو رقم نه بلند در پسش سیاماره چی کنم؟ سیاماره چی کنم بلند در پسش چرا زیاد گپای بد نمیزدی از خفه نمیدی اینجا مرد که ماشیم این بیادرته یا قید کرده ماشیم بیادرته برده خسر بریش ماشیم کشته و چطور که بر ماشیم پرسان باز خاص بیادرته که شیر برنجه که بینمک اینه دست در چنگ بیادر خود انداختهش کنم سو بردش خودم کشتهش قیدش کرده چی نکرده فروختش فردین قار بوده که قسم برات گفته بعد کرده که قسم بگه که برو در خانه پدر قرار بشین دختر گریختاندن بگو یاد داشتی آله ازش منصرف شدی چشمت سیر کرد آسونات بیکار برای دو سر دکان بشی تا بشی بالا بشی یک بچه که می خارج نمیرفت ما چی میخوردم ما دختر این میخواد یک لقمه نانم نمیداشم میخواد 4 تا سیال قوم چی بگفتم خود دلش سر لالایم جمع بود که لالایم روان میکنه پیش از اینکه لالایت نمیرفت کدام بچیم کدام کار صحیح میکرد با من نان میآورد کال روز لالایت همون لالایت نمیرفت همون لالایت که مردم رای نمیکرد چی میخوردم مادر جان نان هوا میخوردیم دل خوش میخوردیم نان پیاز میخوردیم پیاز ارزان هم است دل ما آرامی بود خوش می‌دید دل تو خوش از بچه مواری مادر داریم ما دلم خوش نیست برات بگویم دل من خوش نیست هر روز دل من غم میخوره مادر جان خیلی که آخرش چی میشه مست آخرش ما ایران مونیم که چی کنم هیچ رای حل برام ما پیدا نمیشه که ما چی کار کنم دلم خوش نیست دل چه رقم خوش میشه که من رقم کنم بابی تو بکشی میکشیش دل خوشی منو میخوای بچیم این میاد خب مجبور تو بر دل خوشی منو میخوای این میگه پس میکنی کارا خود نمیکنی مجبور من غم بخورم 24 ساعت نه خود تو من پیشن میگی تو خود یک چی پیداش منو میگی یک تر چیز نگو یا گپ جور شو هیچ که تو غرض نگیری دیگه تو چی خوشی میخوای تو سر غرض نمیگیره او دختر این که غرض نمیگیره تو سر غرض بگیره چه رقم میشه کاتش گپ بزنم که دیگه هیچ چیزی برات نگویا دختر جان نمیشه قربان چم نمیشه شیمای دلم رفت دختر شیما در دلم نمونده زیاد حوصله ما تنگ نکن یک سو خودت یک سو مینه یک سو بابی حوصله نداره که بگی بابی حوصله مرد بیرون از فکرت خراب است نام دخترم سایه نام دخترم سایه میگیری خود دخترم سایه رو بیار از خودت کو خو یعنی راست میگم تو میگم نه یعنی من میگم ادس که مغز کلیم نمونده او بچیم مغز کلیم نمونده این بابی مرا دیوانه یا مجبور بابی تو نگو مالیاباد میرم دیگه راه نداره اگه میگه میال برو چپنا بیار ما بر مالیاباد تاشم برم دیوانیم که دیگه حوصله خو ندارم کاستر داشته باشم براتون 24 ساعت بی تام پشتی نمیادم است اگه بی طرف ما می بود امروز گپ نمیشد اگه از اول ما میرفتم پیش میافتم مادر این تو دیگه میکرد امروز به یارات من نمیرسیدم بچم بی همیشه وقت پشتی بابی تا کردم چی میشد میرفتی در خانه بابی تا تو میشیش خب میکردم میشتم تو در خانه من آرام هستی
امی گیرش میایم در گوشه مرکت مشت بزن چوندیک بکن دو بزن چرا قسم میکنم پدر؟ پدر؟ من گپ از کجا شد تو کی گفته که من دخترم نیست؟ خب من اینو فکر میکنم خود چرا خیلی ملکه قدر دوست دارین مرا ندارین؟ دختر گلم نکاساب مرا خراب نکو. تو هم دوست دارم مورم دوست دارم. من به خاطر یگان کارهایی که میکنین منم تو را کوی عصبانی میشم. مادرم غیر باز ملکه را هیچ وقت نزدین. اون بیبی مرکه جورم زد که چپلقم زد. چرا بزنه؟ چی گپ بود؟ چی قسم؟ نمیفهم. اون از خودش باز پرسان که بگو چرا قسم کردن. من فقط هم گفتم دختر نبیارین در خانه ما. وقتی که نمیخواد لالای من نمیخواد چرا میارینش؟ باز کارهای بیبیت است. او یک دختر باز چی میگه کوری کبوتی مچم که تقاوتی و پیسه و چطور چنان ایطور کده ما هیچ نرسیدیم که چی رقم گپ است. هیچ چیز شور نخوردم ما هنوز شیرینی خوری نکردیم ما هنوز هیچ یک جوره جامعه چیز نبردیم. میگه بیبیت مچم پیسه داده واره چرا پیسه بده تو خبر نی چرا پیسه بده باز هیچ کس نبرده. مادر میگه مام خبر نداشتم که بیبیت برده پیسه داده. یعنی کالج گرخونی رو نمی ارسای که دو خاندان گفتم نکن پای نمانین ایر تا امروز برین ترکایی. آن چرا بیبیت پشت می کار اعلان میته؟ باز کلا نگمش کوسو کنه. دیگه هدف ناموس است هیچ امکان ندارم. اما که نگرفت دیگه هدف چی است؟ هدف مینویس که نگرفت باز من سر تفاش میکنم. من تو چی سر دارم که تو مرا بیاب میکنی؟ سر شویتا سر شوارتا گوش که بلیاز خدا بی آجی امی دان تبسته که پشت امی گپا نگرد. چرا گپا نگرد تو سر میکنی؟ تام پشت از امی گپا نگرد آرسک مدد سمپتی که برم پشت رای خود دان چپ دان مام چپ. آل بی آجی که حالا که نمیگرم این دختر من چی کنم پیشوری دیدی که چی حال انداخت آل بعد دست مادر وظیفهش چیست؟ مادر در قبال اولاد چی مسئولیت داره؟ چی صلاحیت داره؟ ایره تام میفهمی مام میفهمی. عالمی گپ شوهر مرا به دی گپ چی رب داره که میره تو یادواری میکنی؟ من که بیابرو بیزد چم باید آبروی زد تام بریزه ایورزن جان وقتی که من پیش دامات پیش نواسه و پیش همه کم بیایم باید تام پیش اولادت کم بیایم خدا می دانه که تا بسته کو گرداشه کشی خودم سر چی کارا کرده تو خبر نداری من تو را گفت نه او نمود گپا میزنه که تو بری بگی اونجا یک شهر تو پرتی یک حال مغال تو کنی اگر نه خب کی خبر داره من قدیرو کی گپش بود کال بی آجی اومد نه گپش نمیخواد فقط من میری پس زن مامت پرسون میکنم که می راست یا دروغ بچه مرا تو خب امیر میخواد که تو بری پیشوریش برم بگم میگه من این خودش گفته خودش میگفته که بیادر من تو غیب غریب که به توسط بیادر خود بیادر من کجاست باز او همونجا بگه من نگفتم باز چی میکنی تو نه قسم میخوره قسم خور است اویش نمیفهم دیگه مام خود دیدی و رفت آمد چی ندارم که من از او چی خبر داشته باشم نه قسم خو نمیخوام گفتی کتم کلامولا خلبت چی من چی بلا خب باش من خیر برم گمش که بچیم بان تو حالا نرو تو بیشی همیان گپ که یک نفر میزن تو میرید حسنات من نترسان گپ بزن یک چند کلمه دختر چرا گریان میکنی درام میگم سلما رو بخوایم فشار تا ببینه یکم نفس عمیق بکش خیر خورم حسنات نفس بگی حسنات به خدا که این کارات مرا میترسونی حالا فردین که ایت مزاق کرده حتما قار بده قسم گفته اگه تو دوست نمیداشت قدر گپا رو مشنید تو رو فرار میداد حتما قار بده که گفته برو خانه پدرت قرار بشید سلما رو بگویم شب خانه برید حال گپ بزن قسم نکن مشکلت فردین است یا کدام چیز دیگه است چرا گپ نمیزنی خیلی یک چیغ بزن که یکم تنفس پیدا کنی امی گپا را نزن امی گپا را هر قدر چوبه که بگیری که بوی شور بتی بوی شور من دیگه شو نمیفهم آخرین گپ خدا برد گفتم آخرین نقطه بازم رو تبعی کنم امی گپا را نگو بازم خدا نگو امی گپا را ام دفعه همین آمدم بازم برد گفتم گوشگزار خودت کردم مقدار خود دادم بازو وقت که آمدم پیشی اولاده احتیاط کردم باز از من ایورزن جان صدقه که چام ریشته میگم باش که بازو وقت از من گله نکنی چرا که خودت مرا مجبور ساختی که من گپ گوش که بیبی خلاص بالا ای خدا من چی کنم مالی این چی بلای بد بود که در سر من پیدا شدی چرا کم زن بودی خدا این دختر من تو چی بگویم دیگه
الله ضارب ترقید رفت زن کاکایم مشتک مامره مادرم گپ بزنم. مادر؟ دختر تو تال را نرفتی؟ نه نرفتم. جای کجا باید برو؟ خوشافخانه گفتی میرم بچه. بس دور خوردم آمدم. باز چی میگم؟ از خاطر آسانات گپ میزد بچیم. او را شنیدم از خاطر آسانات گپ میزد. یک موضوع دیگه بود. چی موضوع بچیم؟ کدام موضوع دیگه رو خیاط نکردم. ما در پشت دروازه ساعت بودم مادر. نه خود گپ چیز میزد آسانات. به خاطر چی اختار میدید؟ از خاطر آسانات من اختار میداد. میگه اگر میشه نمیشه دختر برام. از خاطر آسانات نبود. من شنیدم گفتم در پشت دروازه بودم. از خاطر چی زن کاکا من اختار میداد؟ موضوع چی است؟ چی گپ از باز؟ بچه از خاطر این خورد من اختار میداد. مادر جان صدقه چم گفتم من شنیدم موضوع یک گپ دیگه است. زن کاکایم چند دفعه کدام موضوع دیگه را کشیده بود که اختار میدادید. بچه میره می اختار میداد دیگه اختار نمیداد. خیر مادر جان بگو چی گپ است؟ باز چی گپ است؟ بچه هیچ چیز باز یک جنجال دیگه جور نکنین. خیر دیگه بچه می جنجال جور نمیکنه. می اختار اینه میره داد که میگفت که چیز از خاطر موضوع آسانات که میگه گفتم مادر جان شنیدم زن کاکایم درباره پدرم گپ میزد. باز موضوع پدرم کی یاد کرده برشان؟ ها؟ ما خودگارسی نکردیم کارو. باز ما که تو دلسوز هستم ببید کاش که با ما تو دلسوز میبود بچه. ببید با ما دلسوز نبود. اگه دلسوز میبود دم اول کدام دخترک خدا یک جای میته فکر میکنم امیال پشت توی خواستگار بیا خوب فکر میکنم سوچ میکنم میتم من باشه این دخترم خوب میشه خراب میشه. باز ببید نکه تو کار و بوبگا که گرفت جیب خود من مرا داد خلاص گفت برو بچم پناه به خدا کاری که میکنی بکن. و ما چی تو میفهمی زندگی مادر در زمان شما دختر پرسان نمیکرد. حالا است که پرسان میکنند او وقتا هیچ کس چرا ما آدم نبودیم؟ او رو زنای همسایه بین خود قسم میکردن. من شنیدم میگه که چی هست هیچ از پیش ما پرسان نمیکرد. نه باید ما از ما پرسان میکرد. چرا ما وقت انسان نبودیم؟ دختر بودیم انسان نبودیم. باید پرسان میکردن. پرسان میگم هیچ از 100 رقم یک رقم. امروز باز من دمی 40 سال کردم عمر تیر کردم بچم. کدام کمی کاستی کردیم برش. کدام بعد گفتیم پیش 4 تا سال شریکش کم ماندیمش. مادر جان که اینا به می خوشحال میشه که تو یک جای میری ازش اجازه بگیری. خیر است که اجازه گرفتی. بچم دیگه میگه از سای قربان چم میگه از پیری تا از جوانی تا پیری از پیری تا بک علامت این عین پیری هم برم بل ارزم صوت حکم دست بچه مردک ما برم جای او چرا از من اجازه نمیگیره. او یک انسان ما دیگه انسان. رو مرد فامیل است. کدام مرد بچیم مرد اون رو میگه که بری کار کنی بوبا اگر چپ چی میگم قربان چه وقتی کار نمیکنه بوبا نمیاره بر من دیگه ما آدم است ما آدم هستم قربان بچه از ماست از اون نیست آها بچه از ماست بلایی پشتی بابا را میگیره برو که میشه زیاد حوصله ما تنگ نکو. ننگ خیسته و مچم غیرت از چی خیسته و ننگ از چی خیسته. این ننگ منگ نیست پدر جان. ننگ ده این نیست که زندگی بیادر مرا خراب کنه تا آخر عمر. یا او دختر که نمیخواد دی خانه بیا خود زندگی از ما تلخ میشه. من تنها به خاطر بیادر خود نمیگم. خونم دخترم که وقتی اینجا خوش نباشه اینجا را خوش نداشته باشه که اینجا بیا عروسیش کنی خوشحال نمیباشه. بازم یک گپ که من میزنم اگه بیبیم از بیبیم که مشتو لغت خود مرا میزنه اگه مادرم از مادرم مرا که جارو چپلق هر چیز میزنه باز بر ملکه که میگه خیر از کلان از چیز نگویشون. یعنی ببین که اوقات خانه ما این ترکای تلخ شده. یعنی میگه منوز این دختر نامده پدر جان. این دختر بیای از این بدتر حال روز مفته. برو کار نکو دختر تو دیگه بس بسیار گپ نزنه قدر دیگه حساب من تو هم خراب نکو. صحیح است. من که میگم که باز اولاد دار نیستم باز قار میشی پدر خو. یعنی من قسم تو کدام وقت ملکه را گفتی که برو دختر 4 دقیقه پیشت نشیشتیم 3 دقیقه نشیشتیم اینتر میگی برو. نمیفهم که چرا تو اینمی جنجال دنی خانه که والا که میگن پر زیره راست میگه پر زیره دی خانه گورا چی گفت از روز که این مسئله این معامله این بچه شد این اوقات تلخی سر ما شد. خیر بچه موضوع پدر مادر جان زن کاکایم چند دفعه پدر ما یاد کرد. گفت پدر این تو گفت که پدر شما پدر نداره که ما بیایم که پدر او را نه اختار بیادر خواهم به من داد که من ایت بیادر دارم ایره که ایت آدم خور. مادر جان دیگه بود گفت نفهم صحیح نشونم در بیرو بودم گفت پدرت هست که من چه تو میکنم دخترای تو میگم چی گپ بود باز دخترم گپ پدر خیر مادر جان دیگه ما دروغ نگو خیره ما شنیدم که گپ خیره دیگه همین گپ مهم که میشه با سر مادر ما درد میگیره. او بچم خود گفت گپ اینمی را زد که گفت که پدر ندارن گفت بیادر مادر این گپ نگفت گفتم اختار میدادید. من به گوشای خود شنیدم.
اختار زن کاکایم چی میگفت یا برم از خودش پرسان کنم نخواد تا رفته باشه جه او بچه او گپ نیست باور کنید که او گپ نیست اینمی اختار داد که بیادر ما ایتا جرگای کلگی را فصل میکنه و یعنی پدر نداره. شنیدم مادر این گپا رو شنیدم یک موضوع دگان بود در بینتان که میخواین از ما پت کنین باز. او دختر مرا شما دیوانه میسازین به خدا. مادر جون خاله من در کو میگم زن کاکایم کدام چیز تو را میگفت تو را اختار میداد. ای چه تو گپ اختار نبود بچه البته تو غلط چینی دخترا. اختار داد چی گفت به من بگو مادر از ما پت نکو خیره. خدا باز یک موضوع یک جنجال دیگه جور میشه. این زن کاکایم بسور نیست. اون وقتی که دور خورد نفهمیدم کدام گپ است. یک گپ دیگه برات بگم که زن کاکایم از خانه امیم برآمد. چی؟ از خانه امیم نگفته باشه باری آسنات بی. باز چه حال مقال انداختین بعد آسنات زوف کرده. چی؟ سرش حمله اومده هیچ گپ آسنات زوف کرده؟ بی در کجا؟ در کجا؟ در اتاق دیگه برده میشه. یکی نمی مانده بود. که دلم نارام می باشه. برو پناهی که به خداوند کریم رحیم بچه برو بخیر برو ملکه او پرته حالا پس جیره بگو که او پدر ما پرتی بده خیلی خودش او پرته پشتش یک کم گردنش تر نمیکنی مادر؟ آسنات بخورم چی از کجا پیدا کردی وضعیت اونجا قرار ششته بود یک کلمه گپ نمیزد هر چی گفت آسنات چرا؟ واکو چشمایت واکو مشکل فردین آسنات است موضوع از یار فیصله میکنی نمیکنی چه قسم کلان خانه استی تو هم دختر بیا درت گریختانده اما جوابش داده که برو خانه بابیت بشی من نمیگیرمت آسان است هر کار دنیا با سر صدا میشه در زنگ زدن آبروی رفت که بردی آبروی درفت من نمیفهمیدم این رقم خویی دارم ایت نمیگیرم شما زاگو فهمیدی فهمیدی نگاه بخیر مادر نمون نه او بچه او